از حمله مشترک نیروهای اتحاد مخالفین توجک و مجاهدین افغان به مرزبانان روس که در دسته و یا دیدبانگاه رقم 12 اتریاد سرحدی مسکو در موضع سر غار مرز تاجیکستان و افغانستان را حمایت می‌کردند 30 سال سپری شد. این یکی از خونین‌ترین حمله ها به نیروهای روسیه در دوران جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1992-1997 بود و موقع روسیه را نسبت به این جنگ برادرکش عوض کرد. شب 13 ایول سال 1993 تقریبا ساعت 04:00 دقیقه دعوا سلاح به دست از طرف افغانستان مرز را عبور کرده به دیدبانگاه سر غار حمله آوردند. در آن شب در این دیدبانگاه 48 نفر، 2 افسر و 46 سرباز قرار داشتند. نبرد بین سلاح به دستان و مرزبانان روس در سر غار 11 ساعت دوام کرد. تلفات جالب دیگر معلوم نیست، ولی از طرف مرزبانان روس در آن نبرد 25 نفر، 1 افسر و 21 مرزبان و 3 سرباز به این دیدبانگاه سفربر شده دیویزیای 201 ارتش روسیه کشته شدند. الکی روز 19 ایول سال 1993 همگی چند روز بعد این حمله خونین با فرمان پرزیدنت روسیه بوریس ایلتسن تحت رقم 1050 به 6 مرزبان برای کارنمایی در این نبرد عنوان قهرمان روسیه داده شد، از جمله لیتنانت اندری مرزلیکین، سرباز قطاری سرگئی بورین و ایگور فیلکین، سرژانتا سرگئی ایولانوف، ولادیمیر و سرگئی سوشنکا سزاوار عنوان قهرمانی شدند. همچنین به 29 مرزبان اردنی برای مردانگی شخصی و به 17 نفر دیگر مدال برای شجاعت داده شد. حمله به سر غار یکی از حمله های بزرگترین و پرقربانی ترین علیه نیروهای روسیه در جریان 5 سال جنگ شهروندی به شمار می رفت. محض بعد همین حمله در دیدگاه کرمل در مورد مناسبتش به جنگ در تاجیکستان و طرفهای ضد دخل آن تغییرات کلی به وجود آمد و مسکو تا آن دم بدون چون و چرا از حکومت امامعلی رحمان طرفداری میکرد و از طلبات‌های جانب دیگر چشم میپوشید. بار اول در پی جستجوی راه‌های تماس و گفت و شنید با اتحاد نیروهای مخالفین توجیک شد. چند بعد این حادثه ایوگنی پریماکوف رهبر خدمات جاسوسی خارجی روسیه به افغانستان رفت و بار اول با سید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای مخالفین توجیک واخورد. ماه اپریل سال 1994 باشد در مسکو نخستین دوره مذاکرات صلح بین حکومت و اپوزیسیون توجیک دایر شد و ماه ایون سال 1997 باز هم در مسکو این مذاکره ها بالاخره با امضای سازشنامه صلح و آشتی ملی انجام یافت که این به جنگ خونین برادرکش شهروندی در تاجیکستان نقطه گذاشت. درباره جنگ در دیدبانگاه سر غار چندین کتاب و شعر و داستان و ترانه نوشته شده و چندین فیلم به نوار گرفته شده است که از همه مشهورترینش فیلم سال 2011 روی نوار آوردن کارگردان سرگئی مخویکوف با نام تیخ از استاوا یا دیدبانگاه خاموش است.